وقتی فیلم های امریکایی رو تماشا میکردیم عموما کدام کینویی که نبینیم نفری که سحر میخیزد در اینجا راه میگردد یا که تمرین میکنه مشق میکند دویدیست است بسیار در دل ما آرزو میکردیم که همه خدا کند که موهایم در همونجا باشیم وابسته مثلا امریکا اینجا و مشق کنیم با دوای تازه یک روحیه بلند کردیم و بعد از که سالها گذشتند ما هم به مهاجرت رو میاریم بعدا آمدیم دیدیم هر نفری که آرزو میکند مقصد میگذارد یعنی خداوند در یک گوشه‌اش میانداخته است و میگفته است که تو نمیدانی من میدانم سالها میگذرد همه آرزوی شما عملی میتواند بیهوده نمیگن که زندگی را آرزو شیرینه برای همین من به بسیاری ها گفتنیم که شما همیشه با آرزو باشید یعنی بعد این آرزوها با دیگر آرزو رو پیدا میشوند و دیگر نقشه های زندگی پیش رو میگیرن